شاه عباس طی اتفاقی مجبور میشه با 3 دزد به خزانه شاهنشاهی خودش دستبرد بزنه. با ما همراه باشید تا ویدئوی این حکایت جذاب رو با هم ببینیم. شاه عباس گاهی شبها لباس درویشی میپوشید و در گوشه و کنار شهر به گردش میرفت. هدف اصلی او از این گردش‌ها با خبر شدن از اوضاع فقیران و بینوایان کشور بود و اینکه بتواند بهتر به اوضاع آنها رسیدگی کند. هدف بزرگ دیگری که شاه عباس از گردش در شهر با لباس مبدل داشت، حراست از شهر و جلوگیری از فساد و دزدی بود. او از این گردش‌های شبانه به صورت ناشناس در شهر استفاده‌های زیادی می‌کرد و اطلاعاتی از اوضاع مملکتش به دست می‌آورد. اتفاقاً شبی از شب‌ها حین عبور از بازار چشمش به چند نفر افتاد که در کوچه پس کوچه‌های بازار خود را پنهان کرده بودند. به سرعت به دنبال آنها رفت و مثل درویشان یاهو یاهو کنان به نزدیک آنها رفت و گفت: برادران بایستید تا من هم به شما برسم. آن چند نفر با ترس پشت سرشان را نگاه کردند و وقتی دیدند که کسی که دنبال آنهاست و آنها را صدا می‌زند یک درویش است، بدون ترس ایستادند. شاه عباس گفت: شما را به خدا قسم می‌دهم که به هر جا که امشب می‌روید من را هم با خودتان ببرید. آن 3 نفر به هم نگاه کردند. یکی از آنها گفت: تو می‌توانی با ما هم قدم شوی؟ چون ما امشب می‌خواهیم به خزانه شاه عباس دستبرد بزنیم و تو چون درویشی پاک دامن هستی نمی‌توانی با ما در این دزدی همکاری کنی. درویش گفت: من مایلم که با شما در این کار شرکت کنم. نفر بعدی گفت: ای درویش، ما هر کدام برای این کار هنری داریم، اما تو کاری بلد نیستی. درویش گفت: هنر شما چیست؟ شاید من هم هنر بهتری داشته باشم. اولی گفت: من از هر دیوار صافی مثل مار بالا می روم. دومی گفت: من هر قفل بسته ای را به راحتی باز می کنم. سومی گفت: من زبان سگ‌ها را می دانم و می فهمم که چه می گویند. با سگ‌ها صحبت می کنم و می توانم راحت آنها را رام کنم. این 3 هنر ماست. حالا بگو تو چه هنری داری که به درد ما بخورد؟ درویش کمی فکر کرد و گفت: من اگر سبیل راستم را بجنبانم عالمی را آباد می کنم و اگر سبیل چپم را بجنبانم عالمی را خراب می کنم. دزدان با تعجب به درویش نگاه کردند و گفتند: هنر تو بزرگتر از هنر ماست. اگر مایلی می توانی با ما بیایی. و بعد دزدان و درویش به سمت خانه شاه عباس به راه افتادند. قبل از اینکه به ادامه حکایت بپردازیم، ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برامون کامنت کنید. 3 دزد به همراه درویش رفتند تا به دیوار خانه شاه عباس رسیدند. اولی فوراً طنابی را روی دیوار انداخت و مثل مار از دیوار بالا کشید و رفت و به دوستان یکی یکی کمک کرد و آنها را به آن طرف در، یعنی داخل حیاط خانه شاه عباس برد. در حیاط خانه شاه عباس چند سگ درشت هیکل برای نگهبانی وجود داشتند. سگ‌ها تا چشمشان به دزدان افتاد شروع به سر و صدا کردند. دزدان از نفر دوم که حرفهای سگ را میفهمید پرسیدند: این سگ‌ها چه میگویند؟ دومی گفت: سگ‌های جوانتر میگویند دزد آمد و آن سگ پیر دارد میگوید ساکت باشید، صاحب خانه هم راه آنهاست. و بعد فوراً صدای سگ‌ها خاموش شد. دزدها به در خزانه رسیدند و قفلی بزرگ را روی آن دیدند. نفر سوم سریع قفل در خزانه را باز کرد و هر 4 نفر با هم وارد خزانه شدند و دستمال‌هایی که همراه داشتند را پر از جواهر و سیم و زر کردند و بیرون آمدند. آن 4 نفر باز هم از همان راهی که آمده بودند، یعنی از روی دیوار گذشتند و شتابان راه صحرا را پیش گرفتند و رفتند. در دامنه کوه به غاری رسیدند. وارد غار شدند. در انتهای غار اشیاء سرقت شده را پنهان کردند و خوابیدند. درویش هم به عبادت پرداخت تا صبح شد. صبح زود درویش بیدار شد و به آن 3 نفر گفت: دوستان، اگر مایلید من به شهر بروم و برایتان نان و غذایی تهیه کنم و بیاورم. دزدان گفتند: فکر خوبی است، چون کسی به درویش شک نمی کند.
برو خوراکی تهیه کن و بیا. و بعد چند سکه به درویش دادند و درویش به شهر آمد. شاه عباس پنهانی خود را به خانه رساند، لباسش را عوض کرد و بر تخت خود نشست. در همان حال بود که داروغه سراسیمه نزد شاه آمد و گفت: قبله عالم، قبله عالم، دیشب دزدها آمدند و خزانه را به غارت بردند. شاه عباس دستور داد تا کلیددار باشی و پاسبانهای مخصوص خزانه را آوردند. تمام نگهبانان را هم صدا زدند. شاه عباس از آنها پرسید: دیشب که دزد به خزانه زد شما کجا بودید؟ همه با حالتی نگران گفتند: قربان، ما خواب بودیم و نفهمیدیم دزدان کی به خزانه آمدند. شاه عباس دستور داد تا تمامی آنها را به زندان انداختند. سپس نشانی دزدان را به چند سواره و عده‌ای پیاده داد و آنها را به دنبال دزدان فرستاد. مأموران شاه فوراً به آدرس داده شده رفتند و آن 3 نفر دزد را دستگیر کردند و نزد شاه عباس آوردند. شاه عباس وقتی آنها را دید گفت: شما آنقدر جسور شده اید که به خزانه من دستبرد میزنید؟ یکی از دزدها که خیلی زیرک و باهوش بود و در همان لحظات اول فهمید که درویش دیشب چه کسی بوده که با آنها در دزدی شراکت داشته، فوراً جواب داد: قبله عالم، ما 3 نفر دزد بودیم و در بین راه 1 نفر دیگر هم به ما اضافه شد. ما هر کدام هنری داشتیم و هنرمان را به هم نشان دادیم و حالا نوبت نفر 4م رسیده که هنرش را به ما نشان دهد. او می تواند سبیل راست خود را بچرخاند و ما را خلاص کند. شاه عباس که از قبل خیلی عصبانی بود، از گفته او خنده اش گرفت و گفت: اگر توبه کنید که دیگر دزدی نکنید شما را می بخشم. آن 3 نفر قسم خوردند که دیگر دزدی نکنند. شاه عباس نفر اول را داروغه باشی شهر کرد، دومی را برای تربیت سگ‌ها مأمور کرد و سومی را کلیددار باشی کرد. اگر از ویدیو لذت بردید ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بیشتری رو از ما ببینید.